چطوری جلوی ولخرجیمون رو بگیریم. خیلی از بچه‌ها این مشکل دارن، من همین مشکل داشتم. ولخرجی میکنن، پولشون رو الکی خرج، چیزای کوچیک بزرگ یا تحت یک سیستم رها شدگی ان. یعنی که میگن اوکی ما که اتفاق خواستیم تو برای خودمون رقم بذار اینو بخر، بذار این رستوران رو بریم، بذار این آیتم برای خودمون بخریم. چطوری از این سم و آفت جلوگیری بکنیم؟ 5 قانون ساده در این ویدیو. قانون شماره 1: نوشتن و ثبت کردن و خود آگاهی. نوشتن و ثبت کردن تمامی سیستم های مالی شما، اما از کوچیک و بزرگ اصلا برام مهم نیستش. پول کیک میخوای بدی 30,000 تومان، رستوران میخوای بدی 1,000,000 تومان، درآمدی داری کم زیاد اصلا مهم نیست، تماما باید ثبت و ضبط بشه. هر چقدر من این نکته رو توی هر ویدیو بگم کم گفتم. ثبت و ضبط کردن تمامی ورودی ها و خروجی های مالی شما. میخوای دستی بنویس، میخوای اکسل درست کن، میخوای ولت اپ بزن، همون سیستمی که من معرفی کردم تو ویدیو قبلی هم هستش که من خودم از همون دارم استفاده میکنم. یک نکته من بخوام بگم که نجاتم داد از سیستم ولخرجی همینه، سیستم ثبت و ضبط کردن مدیریت هزینه ها و ورودی های جریان پول به سمت من. اگر شما اینو بنویسید احتمالاً مغز شما طی مطالعاتی که نشون داده تا 30% میتونه کاهش پیدا بکنه، هیجانی خرید کردن های شما رو کنترل بکنه. مغز بهتون گفتم داخل ویدیو قبلی عاشق رهاست، تنبله. مغز رو باید کنترل کرد و اون سیستم خودآگاهی رو باید روشن کرد که من دارم می‌نویسم، من حواسم هستش چی می‌خرم، چه هزینه می‌کنم، چه ورودی دارم، چه خروجی دارم و این سیستم جلوگیری می‌کنه کامل از خرج‌های کوچیک شما، خرج‌های روزمره کوچیکی که اتفاق میفته براتون. اگر تنبلید و به جای اتوبوس با استاپ میرید، این کنترلش. اگر تنبلید و آشپزی نمی‌کنید، با 100,000 تومان غذاتون رو درست نمی‌کنید و از بیرون غذا می‌خرید 500,000 تومان همون غذا و همون کیفیت، هم نه تازه کیفیت پایین‌تر، این اون سیستمی که شما رو درست میکنه، این ولخرجی شما رو کنترل میکنه. تاکید میکنم چیزایی که تو ویدیو میگم و فقط نشنوید، انجامش بدید. انجام شده است، تست شده است، من بهتون قول میدم اینو. چقدر من تاکید بکنم روی این قضیه. این قانون شماره 1. قانون شماره 2: جلوگیری از ولخرجی. 24 ساعت زمان دان. 24 ساعت قبل از هر خرید هیجانی زمان. اصولا من اگر کسی بود از من بپرسه که فرتاش میخوام کامپیوترمو ارتقا بدم، میخوام ماشینمو ارتقا بدم، میخوام فلان چیزو فلان کالا رو میخوام بخرم، هر چی کالا گرون ارزون، ماشین، گوشی، نمیدونم یه سیستم خدماتی، هر چیز، میگم همون لحظه بخر. چون اینجا ایران، چون باید به سیستم ایران فکر بکن. به یه هفته نذارش، به 2 هفته نذارش، به ماه بعد نذارش. شده پولتو قرض بگیر جور کن، ماشین تو بخر. پولتو قرض بگیر جور کن، سیستم کامپیوتر تو بخر. پولتو قرض بگیر، اگر گوشی نداری گوشی تو بخر. من اینجوری فکر میکنم، اوکی؟ ولی تو 24 ساعت که اتفاق خاص نمیفته. البته بعضی موقع ممکنه 24 ساعت، ولی در کل کلش دارم 24 ساعت شما به خودتون وقت راجع به اون خریدی که دارید. این 24 ساعت به شما میگه که آقا من اگر یک گوشی مثلا بهتون میگم چه میدونم شیائومی دارم که مثلا 30,000,000 تومان میارزه، گوشی معمولیه و من هرس اینو دارم که الان آیفون داشته باشم، احتمالاً آیفون 17 نمیتونم بخرم، میخوام برم یه آیفون مثلا 13 کار کرده بخرم. واقعا من یه آیفون 13 کار کرده به برتری خاصی میرسم؟ خیلی بعد راجعش فکر میکنی. یک 24 ساعت به خود وقت میدی. اون گوشی شیائومی داره کار من انجام میده. اگر کار تولید محتوا انجام میدم، فیلمشو میگیره، صدامو ضبط میکنه، اینستاگرام میتونم باش بگردم، تلگرام میتونم فایل‌ها باش جابجا بکنم، واتساپ دارم، به ارتباطاتمو دارم، هیچ مشکلی برای من نداره. من فقط به خاطر اینکه میخوام خودمو باحال‌تر جلوه بدم میخوام برم آیفون بخرم. آقا من یه آیفون دارم، یه آیفون 14، یه آیفون 14 معمولیه. من همین فردا میتونم برم آیفون 14 رو بکنمش 17. ولی چرا این کارو بکنم؟ من درگیر سیستم ادورتایزمنت جهانی ام، یا مثلا من کم دارم، یا مثلا من این آیفون 14 کار من انجام نمیده، من آیفون 17 نارنجی میخوام، یا من عقده‌ای ام. نه، من خیلی راحت میتونم آیفون 17 بخرم. چرا برم بخرم؟ چرا مثلا من روی این پول 70,000,000 تومان پول اضافه بدم واسه چی؟ اولش وسوسه میشم ولی بعد 24 ساعت فکر میکنم فرتاش تو واقعا با آیفون 14 همه کارتو میکنی، هیچ چیزی لنگ نیست که آیفون 17 بری بخری. تو هم همینطوره دوست عزیز من، تو با اون گوشیت همه کار میتونی بکنی، هیچ چیزی لنگ نیست. این یک مثال برای گوشی بود. برای لباس میتونه اتفاق بیفته. شما لباسای خوب داری، شلوار خوب داری، میخوای بری کفش جدید بخری، چون تا الان کفش قدیمی تو نمیتونی ببری یه بار بشوریش، درست حسابی ترمیمش کنی، کفی بندازی ببینی چقدر نو و خوب میشه، میتونی ازش استفاده بکنی. اینجا پرانتز باز میکنم، من مخالف اینم که شما بخواید کامل پولتون رو سیو بکنید و صفر بچسبه دله پول باشید. نه، اینجا میخوام از شما که حواستون باشه از اون لیمیت گذر نکنید. 24 ساعت به خودتون راجع به خریدتون وقت بدید. مورد شماره 3 برعکس مورد شماره 2، همین که بهتون اشاره کردم. به موقع خرج کن تا به موقع پول بیاد. به موقع خرج کن تا به موقع پول بیاد. سیستم سرمایه‌گذاری سیستمی که شما یک دیسیپلینی داره، دیسیپلین مالی داره. دیسیپلین مالی یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من هر ماه هر چقدر کم مقداری
پول رو خرج نمی‌کنم، یه مقداری به خودم سختی میدم و اون رو سرمایه‌گذاری می‌کنم یا گردش مالی جدید برای خودم ایجاد. این دیسیپلین شماست. هر ماه هر هفته این اتفاق میفته. بستگی داره. یه سری حقوق بگیرن، هر ماه اتفاق براشون میفته. من خودم یه سیستم حقوق بگیره. من خودم یه سیستم ممکنه که روزانه بهم پول بده. هیچ مهم نیستش. اگر روزانه پول میگیرید، هفتگی پول میگیرید، پروژه‌ای پول میگیرید، ماهانه پول میگیرید، کارمند هستید، فروشنده هستید، هیچ مهم نیستش برای من. شما دیسیپلین داری، اوکی، دیسیپلین داری. اینجا مثل یک سیستم رژیم غذایی عمل می‌کنه. سیستم رژیم غذایی یعنی چی؟ میگه آقا یه قانون وجود داره تو بین بدنسازا، بین کسایی که ما وزنشون رو کم کنن، هم اینو میگن که شما به هیچ عنوان رژیم غذایی و ورزش رو شروع نکن برای چربی سوزی، مگر اینکه بخوای ادامه بدی. اگر میخوای تو 2 ماه 3 ماه ول کنی، اصلا رژیم نگیر. چرا؟ چون تو بدنت رو میبری در حالت بقا و بدنت داره از چربی هایی که از قبل ذخیره کرده استفاده میکنه برای اینکه انرژی روزانه خودش رو تامین بکنه و بعد از مدتی به خودش میگه او این داره من سختی میده، حواسم باشه اگر بچه‌ها مری مده روده نمیدونم هر سیستمی که دارید چربی اومد سری جذبش بکنید. سیستم مالی شما همینجوری عمل میکنه. میگن رژیم غذایی اگر بعد 3 ماه ول کنی، نه تنها وزنت برمیگرده، بدتر از وزن قبلیت میشی. 80 کیلو بودی شدی 65 کیلو، 100 کیلو بودی شدی 80 کیلو. رژیمو یهو ول کنی برگردی به حالت عادی میشی 105 کیلو اضافه. چرا؟ چون بدن ترسیده. سیستم مالی شما همینجوری عمل میکنه. اگر میخوای 2 ماه پول سرمایه‌گذاری بکنی، بعد بگی ولش کن، دوباره یهو برگردی به حالت عادی، نه تنها پولایی که الان داری دوباره خرج میکنی، پولایی که از قبل ذخیره سازی کردی هم میری خورد خورد ازش میکنی و خرج میکنی و این یعنی مرگ مالی تو، یعنی تمام. پس به موقع خرج کن. این چیه داستانش؟ به موقع خرج کن یعنی چی؟ یعنی تو رژیم غذایی ما بعضی موقع یه چیت میل هایی داریم، یک سری شوک هایی به بدن داریم که آقا حواست باشه، اوکی همه چیز ردیفه، من به تو انرژی میدم، من با تو حال میکنم، سیستم مالی تو، سیستم غذایی تو همینجوری آقا اوکی، من درسته به تو دارم سختی میدم، آقا یه سیستم پشت ذهن من، آقا یه سیستم مالی من درسته دارم به تو سختی میدم، مثلا خرج دارم میذارم، مثلا تفریط دارم میذارم، ولی بعد از 3 ماه تو رو میبرم یه صخره خیلی خفن، بعد از 3 ماه تو رو میبرم یه مسافرت خیلی خیلی باحال، یه مسافرت 2 روزه میریم، یه خرج خوب میکنیم، دوباره برمیگردیم رو سیستم مالی خود و دیسیپلین مالی خودمون. درسته من 3 ماه برای تو کفش نخرم، بعد 3 ماه میرم یه کفش خوب برات میخرم، اوکی نگران نباش، من تو رو هیچ موقع به حالت بقا نمیبرم، به تو شوک اینو نمیدم که آقا تو همه چی تو باید سیف کنی. سیستم مالی شما باید اینجوری بس به موقع یک خرج‌هایی رو انجام بدید که بدن بتونه، که سیستم مالی شما بتونه اون دیسیپلین شما رو همچنان هندل بکنه، این سیستم دیسیپلین شما ادامه دار باشه. نکته شماره 4 تو قانون ولخرجی، یعنی جلوگیری از ولخرجی، راحت به دوستات نه بگو. هر یک بار که نه میگی 10 میلیارد جلو میافتی، من بهت قول میدم. هر یک بار که نه میگی 100 میلیارد در آینده جلو میافتی. خیلی از ولخرجی های ما ناشی از هیجانات افراد نزدیک ما هستش. یعنی چی؟ یعنی تو در حالت سولو و فردی هیچ ولخرجی نداری، تو اصلا کاری نداری. آقا آدم تنهایی بلند میشه میره کافه، سخت بشه، یه سری تنهایی میرن کافه، ولی خب 99% نه تنهایی نمیرید کافه. آقا شما تنهایی میرید گردش هایی که نیاز به هزینه داره، مسافرت مثلا، نه معمولا 90% 95% افراد تنهایی جایی نمیرن. 90% افراد پارتی های عجیب و غریب نمیکنن، ولخرجی الکی نمیکنن، رستوران عجیب و غریب نمیرن، تنهایی نمیرن، تنهایی کارو نمیکنن، تنهایی اشغال نمیرن، تنهایی خرید نمیرن، تنهایی. پس چی شد؟ وقتی دوست این دفعه زنگ زد گفت بلند شو بریم فلان کافه، بگو نه. 2 بار بگو نه. چرا؟ 1 پول تو سیو میکنی، 2 وقت تو سیو میکنی، 3 بدن تو سیو میکنی، چون احتمالاً اون کافه که قرار بری از این کافه چیزام هستش، الکل هم سرو میکنه. تموم شد. 2 بار میگی نه. آقا رفیقت گفت بیا بریم فلان چیزو با هم دیگه بخریم، نه. رفیقت گفت بیا بریم موتور بخریم، تو مثلا موتور نیاز نداری، نه. رفیقت فلان چیزایی خریده، تو بهش نگاه میکنی میگه ای منم اونو میخوام. تموم شد. نه. یه بار برای همیشه به خود نه، به دوستات نه بگو. تمام. خودتو بیمه کن، راحت نه بگید. و 5مین نکته برای جلوگیری از ولخرجی، یادگیری مستمر مالی. یعنی چی؟ یعنی زمین ساز ذهن موفق بشید، یعنی بیس رو بچینید، یعنی شالوده رو محکم داشته باشید، یعنی استراکچر رو از بیسش، از چی بهش میگن تو عمران خوندیم یادم رفتش از اون بقول از پیش محکم بچینید. هر روز یاد بگیرید. چرا هر روز یاد بگیرید؟ چرا هر روز مثلا 10 دقیقه پادکست گوش کنیم، ویدیوی فرتاشو نگاه بکنیم، یه کتابی بخونیم؟ چرا؟ چون وقتی شما آروم آروم هی یاد میگیرید، هر روز با سیستم‌های مالی در ارتباطید، یا نمیدونم اخبارهای اقتصادی چک میکنید، هی بررسی میکنید، آنالیز میکنید، بالا پایین میرید، 5 دقیقه نگاه میکنید، 5 دقیقه مدیریت مالی چک میکنید، 10 دقیقه ویدیو فرتاشو میکنید، ولی هر روز، ولی 2 روز یه بار، ولی هفته 3-4 بار مستمر نظم داره، ذهن شما
اما هیچ عنوان به ولخرجی شما جواب آره نمیده. چرا؟ چون تو دیگه افشش داری یاد، چون تو تصمیم اقتصادی بلدی، چون تو رفتار مالیت بالاست، مدیریت پول رو بلدی، داری یاد میگیری چطوری پول جمع کنی، چطوری پول سرمایه‌گذاری کنی، ولخرجی نکنی و ناخودآگاه وقتی با یادگیری میری جلو. بچا یادگیری تا آخر عمرت. حرف من دانشگاه نیستا، حرف من یادگیریه، حرف من کتابه، پادکسته، ویدیو خوبه، سمیناره، نمیدونم از هر صحبت با یه نفر درسته. مستمر. من وقتی با یک آدمی که مثلا لازم مالی از من بالاتره یه مشورت یه ساعت باش میکنم، به اندازه یک هفته انرژی دارم برای اینکه پولمو خرج نکنم، چون هر موقع میخوام پولمو اضافه خرج کنم یادت فلان چیزی به من گفتش این اتفاق اینجوریه ها، من اگه پولمو خرج کنم دیگه پول ندارم اون کارا رو انجامش بدم. تمام. اینجا به شما کمک. پس سیستم یادگیریتون رو به صورت مستمر بذارید، مستمر روش کار بکنید، چرا که جلوی ولخرجی شما رو ناخودآگاه خواهد گرفتش. اینو بهتون قول میدم. دمتون گرم. مرسی که ویدیو نگاه کردید. 5 قانون رو با هم دیگه چک کردید که جلوگیری کنه از خرج کردن. لایک بزنید، چنل رو سابسکرایب بکنید. راجع به کل این گزینه‌ای که بهتون گفتم نظرتون برای من بنویسید تو کامنت ها. مرسی. تا ویدیو بعدی به خدا بسپارمتون و فعلا.